دوستان، درود. فرج سرکوهی یک گفتگویی کرده با خودش. حالا به شوخی بخوام بگم اینه که هم مهدی متعنی هم فرج سرکوهی خب تقریبا خیلی از رسانه ها رو در اختیار دارن و از اون سو در کانال شخصیشون حالا با خودشون هم یک مجری دیگه هم آوردن، هر دوتاشون و با خودشون دارن مصاحبه میکنن. حالا مال آقای متعنی رو که جدا پوشش دارم میدم این روزها و خیلی هم هستن که استقبال میکنن و تعدادی از دوستان هم رنجیدن از اینکه چرا تعداد زیاده. یه توضیح اینجا بدم. توضیح اینه که مهدی مترنیا علت زیاد اومدن ویدیوهاش اینه که خب اولا که بیشتر بقیه صحبت میکنن، بیشتر درباره مسئله ایران صحبت میکنن، نقش تحلیلگری رو دارن که فعلا کسی دیگه ای نداره، چه بپسندیم چه نپسندیم. ولی به جز این هم الگوریتم یوتیوب هم طوریه که وقتی چند تا مترنیا رو در واقع تعداد بالا استقبال میشه ازش، خب طبیعتا بیشتر باز اونها رو ساجست میکنه. اگر دوست دارید که بقیه ویدیوها دیده بشه بیشتر، حتی اگر با محتوای مثلا صحبت های فرج سرکویی یا موافق نیستید، لایک کردن ویدیو به معنی حمایت از صحبت ها نیست، به معنی اینه که ترجیح میدید این نوع ویدیوهای متفاوت تری جورهای بیشتر پروموت شه، بیاره تو الگوریتم و یوتیوب کمک کنه که به جز مهدی متعنی بقیه هم خوب دیده بشن. حالا فرید سرکوهی اومده و درباره 3 تا بیانیه اخیری که صادر شده صحبت کرده، به ویژه بیانیه میرحسین، بیانیه 700 امضا کننده و بیانیه 17 نفر با عنوان ایران در خطر. موضوع اصلیش اینه که از طرح ایده همه‌پرسی و حاکمیت مردم دفاع میکنه، اما تاکید داره که این مفاهیم بدون سازماندهی و عمل سیاسی به توهم تأثیر منجر میشه و نه تغییر واقعی. اون 3 سطح از نقدها رو بررسی میکنه و نام میبره: نقد موافقانه، با اصل طرح رفراندوم و حق مردم موافقه اما نگران از ناکارآمدی سیاسی، از نماد بودن میرحسین موسوی برای جنبش سبز استقبال میکنه اما بیانیه ها رو بیشتر بیان بدون عمل میدونه. نقد ساختاری به اپوزیسیون: همه گرایش‌ها چه داخل چه خارج فاقد سازماندهی هست. اپوزیسیون نتونسته پایگاه‌های بالقوه رو از برای خودش رو به نیروهای بالفعل و سازمان یافته تبدیل کنه. نتیجه اینکه مردم آمادگی گذار دارند اما اپوزیسیون قادر به بهره‌گیری از آن نیست. مسئله سوم نقد محتوایی به شکل بیان مفاهیم. صرف بیانیه، مقاله یا گفتار میگه بدون تجربه عملی به تعمیق شعور اجتماعی نمی انجامه. مثالایی مثل اعتصاب، تحسن و اینها رو مصداق عمل موثر میدونه که میتونه مفاهیم رو در تجربه زیسته مردم نهادینه کنه. درباره تفاوت استراتژی ها و نقد ها صحبت کرد. میگه برخی گرایش‌های سیاسی به گذار دموکراتیک معتقدند، برخی دیگر ریزش درونی نظام یا حمله خارجی رو میخوان. سرکویی نقد جدی به این گرایش دوم داره، اون رو غیر مردمی و فاقد عمق دموکراتیک میدونه. رفراندوم از نظر سرکویی فقط زمانی ممکنه که یا مردم اونقدر قدرت پیدا کنند که سیستم رو از آن خودشون کنند، یا اونقدر فشار بیارن که اون مجبور بشه عقب نشینی. در هر دو حالت پیش نیاز به یک جور سازماندهی مردمی، بسیج و سازماندهی مردمی اصطلاحی که استفاده میکنه و میگه صرف طرح رفراندوم بدون پاسخ به اینکه چگونه به اون برسیم بی‌اثر. بعد از همه گرایش ها میپرسه که چگونه میخواید باعث عقب نشینی بشید. بارها بی پاسخ مونده این سوال و از طرح مفاهیم دموکراتیک هم میگه استقبال میکنم. طرح همه پرسی تمرین حق حاکمیت مردم است. البته نه، واقعا من نظر شخصی بگم طرح همه پرسی در واقع تمرین حق حاکمیت مردم نیست، ابراز تمایل به داشتن حق حاکمیت و بعد تمرین اون. حالا معرفی این مفاهیم در جامعه باید گسترده‌تر بشه، چون مردم تنها پشتوانه هر حرکت سیاسی موثرند. مقابله با این مفاهیم به معنای جلوگیری از آگاهی بخشی به مردم درباره قدرت خودشونه. نتیجه‌گیری هم میکنه، میگه بیانیه‌ها با وجود کاستی‌ها ارزشمندند چون مفاهیم بنیادین رو وارد گفتمان عمومی میکنند، اما بدون تبدیل این مفاهیم به عمل، سازماندهی و عملیات اجتماعی تحقق سیاسی نخواهند یافت. جان کلام این که حرفای خوبی زدن ولی خب شدنی نیست. شاید چیز شبیه به حرفی که صادق زیبا کلام هم حالا از دیدگاه دیگه بیان کرده بود و توی یک ویدیو دربارش اینجا صحبت کردیم. یک ویدیو دیگه هم به نقد خود بیانیه میرحسین، بیانیه حامیان او و مغلطه های موجود در این متن ها پرداختم. اگر دوست داشتید اونها رو هم میتونید از این بالا و پایین کلیک کنید و ببینید. تا ویدیوی بعد دوستان، بدرود.